سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در مسیر رشد و پیشرفت باشید. امروز میخوام به شما بگم چطوری میشه که بعضی از سازمان ها بهتر کار میکنن، متحدتر هستن و بعضی دیگه از سازمان ها پرهرج و مرجن. و تمام نکاتی که میخوام بگم از کتاب رهبران آخر غذا میخورند هستش که توسط نشر آریانا منتشر شده و نویسندش هم سایمون سینک هست که بسیار معتبر و معروف هستش. خب چطوری میشه به نظرتون که یک سازمانی خیلی منسجمه، آدم‌ها خیلی همدل هستن، توی یه سری سازمان‌های دیگه آدم‌ها دنبال این هستن که فقط منافع خودشون رو تأمین کنن؟ اصلاً چیز پیچیده ای نیست. همین که آدم‌ها این رو متوجه بشن که به عنوان عدد دیده نمیشن و به عنوان انسان بهشون نگاه میشه، همین که احساس کنن که یه اعتماد متقابلی توی سازمان حکم فرما هستش، بهشون آزادی عمل داده میشه تا خودشون تصمیم بگیرن در راستای چشمانداز سازمان کاری انجام بدن، این که ببینن براشون فداکاری انجام میشه و مدیرشون براشون وقت و هزینه صرف میکنه و اونها رو انسان میپنداره، گفتم باز، و نه عدد. جای پیشرفت داره کارشون و میتونن توی شغلی که هستن به درجات بالاتری برسن. اینها همه باعث میشه که آدم‌ها بیشتر با جون و دل کار بکنن و همراه باشن. رهبری مثل پدر یا مادر بودنه. شما اگر وضعیت اقتصادیت مشکلی داشته باشه، یکی یکی بچه‌هاتو از خونه بیرون نمی‌کنی. اگر سازمانی هم توی شرایط سخت سعی بکنه که نیروهای خودش رو حفظ بکنه و یه جورایی همه با همدیگه همراه بشن توی کم کردن هزینه ها، توی مثلا مرخصی هایی بدون حقوق گرفتن و نیروها احساس امنیت و تعلق خاطر بکنن، خیلی بهتر کار میکنند تا اینکه احساس کنن هر آن ممکنه از اون شرکت اخراج بشن. 4 نوع هورمون وجود داره که باعث شادتر شدن افراد میشه: آندروفین، دوپامین، سروتونین و اکسیتوسین. اگر شما به عنوان مدیر بتونی کاری انجام بدی که این 4 تا هورمون توی بدن افراد بیشتر ترشح بشه، در نتیجه سازمان شادتر و همراهتر و موفقتری خواهی داشت. حالا چیکار کنیم که این 4 تا هورمون افزایش پیدا بکنه توی ذهن و مغز نیروهامون؟ آندروفین هورمونی هستش که وقتی شما یک کار سخت انجام میدی، وقتی ورزش انجام میدی، اون خوشحالی که بعد از ورزش داری همون در اثر ترشح آندروفین هستش. یا وقتی که شما یک فیلم خنده‌دار میبینی، اون شادی در اثر ترشح آندروفین هستش. پس با ایجاد محیط شادتر و با سخت کوشی آدم‌ها آندروفین توی ذهنشون، توی مغزشون ترشح میشه. خب دوپامین چی؟ دوپامین هورمونیه که وقتی شما هدفی برای خودت قرار میدی، زمانی که به اون هدف میرسی، خوشحالی رسیدن به اون هدف در اثر ترشح دوپامین هستش. پس اینکه ما برای نیروهامون هدف تعیین بکنیم و هدفها خیلی هم بزرگ نباشن، هدفهای کوچیک کوچیک هم تعیین بکنیم که تا رسیدن به اون هدفهای اصلی چندین بار خوشحالی رو و ترشح دوپامین رو تجربه بکنن افراد، باعث میشه که آدم‌های خوشحال‌تری باشن. 2 تا هورمونی که الان گفتم، آندروفین و دوپامین، هورمون‌هایی هستن که بهشون هورمون‌های خودخواهانه میگن. یعنی وقتی ما برای افراد هدف‌های تنهایی و تکی میذاریم، بیشتر این 2 هورمون در بدنشون ترشح میشه. ولی 2 تا هورمون دیگه به نام اکسیتوسین و سروتونین، این 2 تا هورمون‌های اجتماعی و فداکارانه هستن که باعث انسجام یک سازمان میشه. حالا چگونگی ترشح این هورمون‌ها رو هم بهتون میگم. اکسیتوسین که به هورمون عشق معروف هست، بیشتر از طریق لمس کردن و در آغوش گرفتن توی مغز ترشح میشه. اما این که ما به کسی کمک بکنیم، از کسی کمک بگیریم یا داستان کمک کردن به کسی رو بشنویم، حتی اینها هم باعث ترشح اکسیتوسین میشه. پس با همدلی و همراهی کردن و اینکه تیم‌های همراه‌تری رو تشکیل بدیم توی سازمانمون، این باعث میشه که آدم‌ها شادتر بشن.
سروتونین هورمونی که باعث افزایش اعتماد به نفس میشه. وقتی که شما احساس کنی یه سری آدم از شما حمایت میکنن و بقیه رو حمایت میکنی، این باعث ترشح هورمون سروتونین میشه. پس وقتی ما تیم‌هایی رو توی سازمان‌هامون ایجاد بکنیم، گروه‌هایی که با همدیگه تعامل نزدیک دارن و اینکه میدونن حق انتخاب و اختیاراتی دارن، فقط یک کارهای محدودی رو نباید انجام بدن، کارشون ماشینی نیست، میتونن خودشون انتخاب بکنن از چه روشی به اهداف برسن، پشتشون گرمه، حمایت میشن، جای پیشرفت داره کارشون و مدیر و رهبرشون الگویی هست براشون و میدونن دلسوزانه اهداف و خواسته های خودش و زمان خودش رو فدا میکنه برای نیروهاش. اون موقع هست که نیروها هم زمانشون و انرژیشون رو فدا میکنن برای اون رهبر و اون سازمان. خیلی بحث پیچیده ای نیست، کافیه با همدیگه همدل و همراه باشیم تا یه سازمان، یه کشور و هر مجموعه‌ای بتونه به بهترین ها دست پیدا بکنه. ممنون از اینکه همراه هستید و به اشتراک میذارید.